فقط 1 دقیقه به من گوش کن. دین ما از کجا اومده؟ از عربستان. بعد این دین چی به ما وعده داده؟ بهشت. حالا توی این بهشت چیا قراره به ما بده؟ رفاه، آسایش، شراب، حوری. لزومش چیه؟ باید بمیریم که اینا رو ببینیم. حالا قطر و امارات و دبی 3 کشور عربی 3 قدرتمندن، 3 ثروتمندن. انقدر ثروت دارن که هم رفاه و آسایش دارن، هم شراب دارن، هم بذار در دهنمو ببندم نگم هوریاشون از کجا میارن. اینا بهشت رو روی این زمین ساختن و دارن لذتشو میبرن. یه متن قشنگی خوندم نوشته بود اگه خواستی مردمتو کنترل کنی بهشون بگو یه منجی قراره بیاد و اونا قرنها صبر میکنن.